سلام دوستان عزیز، امروز قصد داریم یه ویدیو در خصوص ساخت ابزار مخصوص برای درآوردن این سیبک فرمون بهش میگن یا چپقی میگن، به انگلیسیش هم میشه تای راد اندز. برای این سیبک فرمون استفاده کنیم. همونطور که میبینید به طور رایج این جلوبندی سازا اینجا رو با چکش میزنن. الان اینجا رو ببینید، این له شده، سگ دست له شده و برای اینکه خراب نشه من طرح‌های مختلفی تو اینترنت هستش که ساختن، ابزارش هم بخوایم بخریم یک خورده پولشه. حالا یه طرحی دیدم پسندیدم، حالا شرایط به خاطر چی حالا اونو خواستم انجام بدم، دلیلش هم میگم خدمتتون. اون یه سری طرح‌ها بودن که نیاز بود که اون فلزی که استفاده میکنیم، اون فولادی که استفاده میکنیم سختکاری بشه. خب من امکانات سختکاری رو نداشتم، نیاز به کوره داره و این چیزا. ترجیح دادم یه طرح ساده تری چیز بکنم که مقاومتش بیشتر باشه، بدون سختکاری قابل اجرا باشه. حالا برای اینکه اون کار انجام بدیم باید اندازه گیری بکنیم. یکی این ارتفاع رو از بالای پیچ تا زیر این سگ دست اینجا رو باید اندازه گیری بکنیم. یکی هم این قطر این سگ دست رو که اون ابزار بره داخلش. این دوتا رو ما اندازه گیری میکنیم، بعد اون لوله مورد نظرمون رو پیدا میکنیم که اندازش بخوره به این و این و درستش میکنیم. کار خیلی سختی نیست. اینجا قرار میگیره، اون تیکش از اینجا این پیچ رو فشار میده پایین، پیچ به سیبک وصله و هولش میده پایین، جدا میشه از سگ دست. با یه همچین وسیله یه کولیس پلاستیکی اندازه میگیریم. الان قطر سگ دست حدود 33 میلیمتره. این ارتفاع هم بخوایم اندازه بگیریم هم حدود 38 میلیمتره. اگر اینجا رو روبروی اون در نظر بگیریم 40 میلیمتر، 4 سانت. این از این. ما یه لوله میخوایم که اینجا چاک بدیم 3 سانت، حدود 3.5 سانت حداقل قطرش باشه. یه 4 سانت هم از بالا جای بازی داشته باشه که اینو فشار بده.